به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه مرا علاهیده نشر کنید. شماره 15 است که زیر عنوانی مگر دولت آدم میکشد، روایت یک افسر سابق از قتل سید اعظم رحمانوف. بیننده عزیز و گرامی، برنامه آن مقامدار بلندپایه سابق را که در رابطه به حادثه قتل سید اعظم رحمانوف تحت عنوان قتل سید اعظم ادامه زنجیره ترور و سیاستی ترس است که چند روزی پیش در روبریکه نامه مرا علاهیده نشر کنید شماره 14 آن را نشر نموده بودیم در پایگاه اصلاح و این چنین برنامه کرده تقدیم نمودیم. آن را این نویسنده نامه خوانده است. خواندم و چند روز تحت تأثیر آن قرار گرفتم. میتوانم تخمین زنم که مؤلف کیست و شاید همان نفری است که میشناسم و شاید من از شاگردان یا همکاران او هستم. من نیز مثل آن برادر سالها در مقامات قدرتی بودم و در مسئولیت‌های بلند همکار کردم. به نفقه برآمدن عین زمان راهبری سرویسی امنیتی یک فیرمه خارجی را بر عهده دارم. شاگردان من هم حالا در سر کارند. در همین فرودگاه بین المللی دوشنبه هم هستند. مسئولیت‌های کلیدی هم دارند. چند روزی پیش تصادفاً در نزد مرکز سودای صدبرگ با یکی از آنها روبرو آمدم و در خرک مقابل هیکل استاد صدرالدین عینی نشستیم و از این و آنجا صحبت کردیم. گپ سر حادثه کشتار سید اعظم رفت. گفت که در اصلاح آنچه که چاپ شد خیلی سیرها را آشکار کرد، اما بعضی معلومات های دیگر هم هست. گفت که تا اینکه سید اعظم وارد تالار فرودگاه شود الکی راه او را میپاییدند، چون که روی خط مسافران را پیشکی در دست داشتند. و گفت که برای همین برابر در آمدن او را گرفتند. نفری گرفته معاون سردار امنیتی فرودگاه است. در اول حکایت این شاگردم را درباره حادثه بازداشت و قتل سید اعظم اینجا می آورم. سید اعظم از طرف مفتشان قطاری کشته نشده است. او را بلند رتبه های امنیت کشتند. حادثه این طور روی می دهد. روز 6 اکتبر سید اعظم که پروازی به سمت مسکو داشت به خبر از پیش آمد شوم وارد تالار فرودگاه می شود. با دستور سردار شعبه امنیتی فرودگاه معاونی وی با یک کارمند سید اعظم را دستگیر می کنند و با سپارش سردار امنیتی فرودگاه با اتاق کاری وی می برند. سردار امنیتی فرودگاه او را چند مشت در قفس سینه، بالای دل و قبرغه‌هایش زده حقارت‌های قبیح می‌کند که تو چرا ریش مانده؟ چرا موی سرت را دراز میمونی میگردی؟ تو سلفی؟ سپس او را به بینای مرکزی کمیته دولتی امنیتی ملی میبرند. به تخانه امنیت، تخانه که در آمد پیش رویت یک در شیشگی است باز می شود و آنجا وارد می شوی. کابینت هست. استال و کرسلاهای نرمال ندارد که در دو طرفی کرسلا دو اکامولیاتور ایستاده است. خب دیگر فهمیدید که اکامولیاتور برای چی؟ در آنجا سید اعظم را میزنند، میافتد، اما وی هنوز زنده است، نکشتند. باز گروپ هوای میزنند، از دو اکامولیاتور و بدنش تاک میمانند. از وی جای پولهای آورده اش را میپرسند. سید اعظم تحت شکنجه و قوه برق ناچار جای پولهایش را افشا میکند. میروند و 160,000 دلارش را میگیرند. طبق معلومات دیگر 140,000. خب در اینجا در مورد این که بعضی از پولهای سید اعظم ماشین بود، مثلا در مورد ماشین هاش معلومات با ما هست. در مورد این که می آید خانه وقتی می بیند که خانه وضعیتش بزیب است و در آنجا یعنی که یک خشش خوب دیگر مهم نیست که مفعلن در اینجا بگیم زندگی میکند، به خاطری که مبادا آنها را مشکل بسازد یک خانه دیگر اجاره میگیرد تا اینکه در آنجا زندگانی کند و این نزدیکانش را آزار ندهد. خب دیگر البته معلومات زیاد است، ولی به خاطر اینکه مشکلات بیشتر نشود تا همین اندازه میگوییم. اگر چنده در مورد گرفتن این پولها باز هم معلومات دیگری وجود دارد چگونه به کدام شکل، ولی خب ما در عموم جمله گپ میزنیم که به همین شکل است. نفر از آنها میگوید که اگر در تاجیکستان 3 زور باشد یعنی امام علی، رستم و یتیموف، چهارمش من هستم. این نفر سومین شریک در کشتار سید اعظم است که رتبه بلند حربی دارد و از دنغره هم هست. خب حدس و گمان ها انشاءالله که زیادند و
یعنی که خیلی چیزها هم از این دنغرگی به ما رسیده است. از اینجا به بعد الکی ماجرا را خود SS یتیموف راهبری میکند. $100,000 را خود یتیموف میگیرد، باقی را زیر دستان بینی هم تقسیم میکنند. سید اعظم میگوید که من این کار شما را به پاسخ نخواهم ماند. و به حکومت آلمان سید اعظم 5 سال اخیر چنانه که میدانید در آلمان به سر میبرد، شکایت خواهم کرد میگوید. وای وقتی این گپ را میزند SS یتیموف دستور میدهد که گمش کنید، یعنی گمش کنید او برات باز زیر ضرب و لگد قرار میدهند و نهایت به شهادت میرساند. خوب البته اینجا چند روز از حادثه است، یعنی که نام ها گرفتن، معلومات دادن، این چیزها زیاد است، ولی ما با همین شکل کوتاه کردیم چون به خاطر میخواهیم معلومات بیشتر و مفصلتر برایمون رسد. یعنی کشتار سید اعظم عمدی و مخصوص صورت گرفته است. در جریان کافت و کاب یا جستجوی آبسکی خانه و منزل زیستی سید اعظم هر چی شناس و رفیق و هم صنف ها که داشت آنها را هم دستگیر کرده با امنیت برده غم میدهند و درباره سید اعظم سوال میکنند. هیچ کسی از آنها درباره وی حرفی بد نمیگوید. کشتار سید اعظم رحمانوف همین طور بالایش سرپوش گذاشته شد و بعید است که افشا بشود، اگرچه برخی ها که آگاهند به خاطر به دست آوردن 35,000 یورو جایزه اعلان شده توسط اصلاح و منبر مهاجر میخواهند معلومات را برسانند، اما با دو سبب. یکی این که حتما افشا می شود چون کروگ آگاه محدود است و دیگر اینکه باور ندارند صاحبان جایزه مبلغ را میدهند یا نه سخت در فکر زدند. برادران که در شک زده اید یا اینکه فکر دارید که یعنی که پول را نمیگیرید، پول بار دیگر میگم در دست اصلاح نیست، پول در دست افراد معینی وعده کرده است و من مسئول دادن آن 4 جایزه هستم. من با تمام صراحت برایتان میگویم نفری که سید اعظم را کشته است نام و نسبش رتبهش معین شد، اگر راست باشد حتما 35,000 یورو را شما میگیرید. یعنی این وعده من به شما است. خب دیگر در این مسئله یگان شک نکنید که این یگان دروغ است یا تهمت است. خب اول بکنید که میتونید یعنی گرفته، بعد از آن ببرید اعلام کنید که یعنی که توسط دیگر افراد که ما این کار کردیم ولی مبلغ نگرفتیم، تا اینکه اینجا شرمنده من میشوم نه شما نه کسی دیگر. به همون خاطر وقتی من وعده میتیم پس فکر کنید که این یگان جای نه دروغ است نه حیله است، یگان چیز نیست. خوب دیگر من بار دیگر میگویم که خیلی از آن معلومات ها که همکاری ما در مقاله یاد شده بیان نموده است واقعی است. امام علی رحمانوف از همان ساعت اول از جزئیات آگاه بود، میداند از وی این گونه حادثه را که احتمال و امکان دارد بی‌ثباتی و اعتراض به بار آورد نمیپوشانند. رحمانوف از برنامه‌های اصلاح هم همیشه آگاه کرده می شود. پیش وقتا نمی گفت، اما وقتهای اخیر که در صحبت و سخنرانی هایش می گوید و اشاره ها می کند، در اینترنت گفتند، در شبکه ها گفتند، منظورش اصلاح است، چون که نسبت عائله او از همه بیشتر اصلاح می گوید و این به کسی هم پوشیده نیست. بله، این برادر از اصول و پریام مقامات که خوب آگاهی دارد سیاست رحمانوف را نکو میشناسد. برای همین گشته و برگشته تکرار کرده است که با کشتار سید اعظم ترس داخلی مردم را تقویت دادند. این سیاست رحمانوف سالهاست که ادامه دارد و میخواهد که مردم لال و کر، راضی، مطیع، تحت اراده وی و همیشه فرمان بردار وی باشند و مردم را خری بارکش و گاوی جفتی کرده است. برادر شما فکر نکنید که همه کارمندان مقامات سگی وفادار رحمان و رستمند. سگی وفادار آنهایند که در وظیفه های اساسی اند و درآمدهای کلان دارند. اینجا کارمندان کم نیستند که دلشان به حال مردم می سوزد. این کارمندان می دانند که فقط برای همین یک عائله کار کرده ایستادند و می دانند که این عائله چگونه خون جگری مردم و خون جگری کوه ها و خون جگری زمین و کارگاه ها و کارخانه ها را مکیده ایستاده است. تحقیر جسد، تحقیر پدر و مادر، تحقیر مردم آن محله، تحقیر دین و مذهب. شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بی‌سوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان. تحقیر عرف و عادت، تحقیر همه چیز، سنت و عنعنه جزء از این سیاستی حساب شده است.
همه این تحقیرها را ما به خاطر یک نفر تحمل میکنیم، اما این یک نفر در اصل و عمل همه را زدگی است. چند روز پیش باز دختر خردیش را هم به حکومت آورد، یعنی فرزانه را. جان ما، ناموس ما، حیثیت ما، شرف ما، احترام و قدر ما چیزی نیست برابر ایگروشکای انوشیروان ارزش ندارد. اینها اگر هموطن، هم ملت، هم دین ما بودند، این مصیبت و این فاجعه را بالای ما نمی آوردند. بله، اما کسی پروای پدر و مادر سید اعظم، کسی پروای زن وی، کسی پروای جان جوان، پروای حیات بریده وی را ندارد. امام علی رحمانوف کی خواب شبش میبرد که سید اعظم کشته شد؟ برای او اصلا پروای نیست. در چنین وضع و چنین محیط اصلاح و رسانه های امثال وی که متاسفانه خیلی کمند، مثل بلا بر سر این عائله می شود. همینجا باید یک چیز را بگویم. در مبارزه و مقاومت سالهای 1992 1997 در جنگ اطلاعاتی برتری در طرف اپوزیسیون بود. رسانه های روسی و بین المللی عمدتاً از اپوزیسیون و در هواداری از آن می گفتند. رحمانوف و حکومت وی همیشه انتقاد و مزاح و مسخره می شد. متاسفانه امروز آن طور نیست، در حالی که آن زمان رحمانوف خودش تنها بود و این عائله بزرگش به حکومت آوردن نشده بود و خودش هم این قدر دزدی و غارتگری نداشت و حالا جوهر انسانی کم هم بود داشت. حالا آن قدر مواد و مطالب برای انتقاد رحمانوف وجود دارد و میبینیم و میشنویم که 100 رسانه باشد هم پوشش دادن نمیتواند. باور کنید معلومات جنایتی این عائله و ظلم های این خیلی بیشمار است. یک اصلاح واقعا از انعکاس همه، یعنی نمیتواند که آن همه را رسانه‌ای کند. بدون واکنش و شرح رسمی باقی گذاشتن حادثه کشتار سید اعظم رحمانوف همانا این حرف و حدیث را دامن زده ایستاده است که ترور دولتی به مرحله دیگر میگذرد. همه را از یک سر نیست کرد، نیروی سیاسی نماند، شخصیت های مطرح نماندند. اکنون به تعقیب و کشتار افراد مثل سید اعظم میزنند. یک جوان با پای خود می رود فرودگاه، زنده و سلامت بلیط دارد، اما مرده او را می آورند. سید اعظم را به عنوان یک تروریست گرانیدند. بله، ما چند از سرباز و افسری همراه حاجی حلیم را در سال 2015 عیناً همین طور گرانیده بودیم. از اول تا آخر عیناً همین طور گراندیم. بله، کسی را اجازت ندادیم. چند نفر اشتراک کرد و خلاص، چون که آنها را دولت تروریست اعلام کرده بود. اما سید اعظم را هیچ اتهامی نزدند، گفتند خودکشی کرد. خود همین مسئله خودکشی 1001 سوال دارد. اما سوال این است که اگر خودکشی کرد، پس چرا نمیگذارد که بدنش را بشویند و کفن پیچانند و در گور مانند؟ چرا این همه کارها را خودتان انجام داده اید؟ تفاوت گور سید اعظم از بقیه گورهای همشفتش در این قبرستان در آن است که آن را نه خویش و تبار و دوستان، بلکه قاتلانش کارمندان امنیت تاجیکستان کندند. بله، هزارها هزار از هموطنان ما عین همین سید اعظم دفن شده اند و توسط امنیتی ها کشته و گور کافته و دفن شده اند. در واقع پرسش مردم بجا است که میپرسند مگر دولت و اداره امنیت ملی آن آدم میکشد؟ بله، مردم از جنایتکار و اوباش به دولت پناه میبرد. در این حالت به کی پناه برد؟ قدر آدم، ارزش آدم چی شد؟ حالا دیگر سید اعظم نیست. بله، خاک و تراب شد. اما دولت برای این کار پاسخ داد؟ دولت اعتراف کرد مگر؟ دولت جبران پرداخت به عائله او؟ دولت عذر پرسید؟ در حادثه این کشتار دولت سپیتسل ندیده و دانسته آگاهانه با عقل و شعور گرفت و کشت. نفره که در حادثه های بدخشان دست روی سینه زده واهمه میکرد، یعنی اس یتیم فی مخوف را در نظر دارد و این مسئول امنیت 9.5 میلیون است، اینجا گرفت و زد و کشت. مردم حق دارد که بپرسد شما چرا میکشید؟ از اول تا آخر این ماجرا یک فاجعه بزرگ است. این به آن معناست که ما دولت نداریم که با وی امید بندیم، تکیه کنیم. دولتی ما از یک گروه گنگستر و از یک آپگ سازمانی متشکل جنایی فرق ندارد. 100% این برادری امنیتی درست گفته است که واقعا چنین است. ما فعلا دولت نداریم.
این گورهای سید اعظم ها را که در اکثریت قبرستان هایمان چه در شهر و چه در دهات و شهرک ها میبینید، گپی درونمان را زیادتر میکند. نفرین و دشنام و دعای بد زیاد می شود. این گورها را که میبینید که یکی و دوی و 10 و 100 نه زیادند، به حد زیاد شمار آنها را نمیدانیم، انگیزه برای انقلاب و عصیان میدهند. منظور شمار گورهای را که می آورند و خودشان اول زده میکشند و بعد دفن میکنند، نمیگذارند که حتی نزدیکان بشویند، کفن پیچانند. بله، این حکومت تماما در فکر مردم نیست. وقتی بر عوض واگذاری 2 کان کلان طلا به خطای برای دوشنبه 2 تیت ساختند، گفتند که با اینها دوشنبه و ناحیه رودکی با گرمی و روشنی تأمین کرده می شود و حصه برقی می سوخته دوشنبه در فصل سرما با بقیه مناطق مملکت داده می شود. اما برعکس شد. دوشنبه در مقایسه با سالهای پیشینه دچار مشکلات بیشتری به برقی و به گرمی شده است. چرا؟ چون که پیش فقط رحمانوف می دزدید، عبیدالله را نمی داد. اکنون با رستم تقسیم کرده ایستاده است. خلاصه دزد 2 تا شد. بله، معلوم است که فروخته ایستاده است. وقت ظلم و استبداد و ترس نهادی نمی شود، مردم عادت می کنند. وگرنه همین بی‌سویتی و سردی خانه های پایتخت بس است که بخیزند و از لینگش بگیرند و به زمین زنند. فکر میکند که در آنجاها که برخی دوشنبه را قطع کردند KGB نیکو ملیسا و سود و پرکرار و MCS و گواردیای ملی کارمندی وزارت مدافع زندگی نمی کند؟ خانه و کودک میده ندارد و آنها نمیدانند که رحمانوف دزدیده ایستاده است، فروخته ایستاده است؟ میدانند، خوب میدانند. آنها با رحمانوف نفرت دارند، اما باید زندگیشان را پیش برند. برای همین در بالا اشاره کردم که نه همه در ساختارهای قدرتی سگ وفادار رحمانوفند. تنفر زیاد دارند، باورم کنید، اما دندان روی جگر طاقت کرده ایستادند. چرا؟ چون که یک قوه و یک نیروی سیاسی نیست که وارد میدان بشود و آنها با این نیرو همراه شوند و این کاخ استبداد را ولنگار و خراب سازند. بله، شرایط و وضعیت کشور برای تمامی منیاور و بازی های رحمانوف طبع دلش است. میخواهد رستم را میآورد، میخواهد خودش میستد، چون کسی مخالفت نمی کند به این جنایت هایش. ما باید چرا منتظر باشیم؟ باید بپزانیم. بله، میپزد، این طور نمی ایستد. اما اگر دست روی دست باشیم، گرند بگیریم و پناهنده شویم، پسا بگیریم و بچه های ما رو در دانشگاه ها مونیم و از هیچگاه دیگرگون نمی شود. بله، منظور آنونه که در خارجند و در اروپا و امریکا و دیگر کشورها. ترس وجود دارد، ترس جامعه را فرا گرفته است. دلیل کشتار سید اعظم هم ترس دادن بیشتری مردم است. اما یک چیز دیگر هست. این ترس آنچنان به اعتراض می آید، به درد می آید که کمترین جنبش، کمترین انگیزه و تحریک به نفرت و نقار مبدلش می کند. به همان اندازه که جمع و جا شد، به همان اندازه جرأت و جسارت می شود. ولی منتظر آن روز نباید نشست، باید تلاش کرد که آن روز زودتر فرا برسد. اگر در تاجیکستان مخالفین اپوزیسیای سزاوار داشته بودیم، شرایط طور دیگر بود که اما این مسئله و موضوع امروزی ما نیست. بله، هر چقدر که رحمانوف ترس را در دلها جا می کند، مخالفین 10 برابر آن به مردم روحیه و جسارت بدهند. دفتر اعمال رحمانوف و خانواده‌اش را ورق به ورق برای مردم بخوانند. در این دفتر اعمال بابی سید اعظم باید برای همیشه گفته و نوشته بشود. وقتی به آن شاگردم خداحافظی کرده از بالای خرک برخواستم، از بالای خرک برخواستم، وی گفت که آن 160,000 دلار سید اعظم را اگرچه کشتند و تگ خاک کردند بر نگرداندند. یادم آمد که اصلاح نوشته بود که دیدند که یکی از ماشین های گرانبهای حاج حلیم پس از مصادره و دولتی شدن همچنین غنیمت به دست یکی از دخترانی اس یتیموف گذاشته است. بله، به دست سیاره بود. بله، درست است، همین خیلی هست. پولهای سید اعظم را هم ما هم تقسیم کردند. همین از این دولت و این دولت داران. اکنون این نامه بود که بازم این مقامداری بلند پایه نوشته بود. اکنون این سخن یا آخر سخن اصلاح در این نامه است. بیننده عزیز و گرامی، سید اعظم رحمانوف را کشتند، اما حقیقت را کشته نتوانستند.
این نامه، این روایت، این شاهدی باز یک سند است علیه ترور دولتی، علیه نظامی که بجای حفاظت به قتل و دفن مشغول است. سید اعظم یک نفر بود، اما نام او امروز صدای هزارها گوری نابحق است و هر گور، هر اشک، هر نفرت، هر سوال تخم آگاهی است که آن را نه صد نه هزار بلکه ده ها هزار دست سوخته و به پدید هم از زمین بر نخواهند داشت. اصلاح با هر کلمه، هر اقتباس، هر اثبات تجدید می کند و در برابر ترس به جسارت دعوت می کند. تا وقتی که هیچ کس به جای سید اعظم سخن نگوید، سید اعظمان غور مرگ زیادتر می شوند. ما خاموش نمی شویم. جمعیت ترسیدن بس است. تمام قدرت هایی که بر خاک ظلم بنا شده اند با یک ندا فرو می ریزند. اکنون سخن اصلاح در نهایت چی است برای ملت؟ ای هموطنی عزیزم، حقیقت را حفظ کن، حتی اگر به قیمت جان تو هم باشد. بله. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود این نامه به دست ما رسیده و وضعیت و حالتی که چگونه سید اعظم را با چه انگیزه ها و چه حالت ها کشتند و ما و تو که امروز زنده منفس میکشیم باید انتظاری کشته شدن از طرف رحمانوف باشیم یا اینکه کار برای آینده اگر خودمان هم نتوانیم همسر و مادر و فرزند و نزدیکانمان بکنیم. در غیر این حالت دقیقاً حال و روزی سید اعظم برای هر یکی ما فرا میرسد و دیگر در آن حالتی که جان به حلقوم میرسد پشیمانی امان سودمان نخواهد کرد. با امید پیروزی، با امید ریختنی کاخی ظلم و استبداد در پایتخت کشور و تمام اقصا نقاط کشور عزیزم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.